قضا و قدر الله سبحانه و تعالی را بهانه برای ترک امرهای الله سبحانه و تعالی قرار ندهیم و دوری از نهی‌هایش نیز قرار نگردانیم. بل یجب علینا ان نؤمن، بل واجب است بر ما که ایمان بیاوریم و نعلم و بدونیم ان الله، بدرستی که این که الله سبحانه و تعالی باید ایمان داشته باشیم و بدونیم که الله سبحانه و تعالی با فرستادن کتاب‌ها و روانه کردن پیامبران برای ما حجت را برپا کرده است. به انزال کتب، با نازل کردن کتاب‌ها و بعثت رسول و رسولان. الله می‌فرماید که لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. به خاطر چی الله سبحانه و تعالی این کتاب‌ها را نازل کرد، این پیامبران را فرستانید تا مردم بعد از رسولان به الله حجت نداشته باشند. نگویند که برای ما رسول نآمد، برای ما هیچ کس نآمد. در گمراهی که اونا قدم زدن پیشه کردن در سوره نساء 65. پس ما می‌دونیم که الله سبحانه و تعالی فرمان داد و نهی فرمود. تنها با فرمان الله سبحانه و تعالی اجرای اوامر او سبحانه و تعالی و دوری از نهی‌های او سبحانه و تعالی، و او سبحانه و تعالی هیچ کس را بر گناه و معصیت مجبور نمی‌کند و هیچ کس را به ترک اطاعت هم وادار نمی‌سازد به نافرمانی. الله می‌فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کس را بجز توان او ما مکلف نکرده ایم. بیشتر از آن توانی که دارد الله را بر آن مکلف کردگی نیست. الله می‌فرماید که واتقوا الله ما استطعتم، شما از الله بترسید قدر آن توانایی که دارید. فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید تا آن جا که توان دارید میتوانید. در سوره تغابن. و نیز الله سبحانه و تعالی می‌فرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، امروز هر کس را بر آن چیزی که کسب کرده بود در این دنیا جزا داده می شود. لا ظلم اليوم، امروز بر هیچ کس ظلم کرده نمی شود. پس این آیه کریمه نشان می‌دهد که بنده اعمال و کسب دارد. چی فرمود؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آن چیزی که تو در دنیا کسب کردی با جزای آن را خواهی دید و ظلم نخواهی شد. برای تو هیچ ظلم نخواهد شد.